خب امروز اومدیم با اپراتورهای کشتیگیر. تا حالا اپراتورهای کشتیگیر دیدین؟ کشتیگیر را واقعا کشتی میگیرن، میزنن جر میدن خودشون. لایک و سابسکرایب کنید. اگر از همچین ویدیوهای خوشتون میاد، از اپراتگردی خوشتون میاد، حتما توی کامنت ها بنویسید. لایکاتون نره. شما که میبینید لایک نمیکنید، لایک کنید. اولیشم ببینیم. قدیمی هم هست. چه جالب. این واقعا داره خب این الان نگاه کن، اصلا زیرش هیچ تشکی نیست بخواد نرم باشه. دو تیکه لحاف اینقدر دوباره تو نق. اوه ماشالله، اوه ماشالله بچه کوچیک. اینم وای میست اصلا. آول بچه کوچیک برد. این بازیکن میبره. کوچولو میاد. او پشم فو. او چه فنایی میزنه این کوچیک. بزرگه رو پاره میکنه. خدا پا بگیره نمیتونه. بزرگه دونه میزنه تو شکمش، میذاره اونجاش، بعد میندازه بالا زارد. این بازیکن قطع نخا میشه. دستشو میگیره پرتش میکنه اونور. اونم اینه کسخلا میاد اینجا، بعدش میخواد بگیرتش. او پشم. چجوری این کارا رو انجام میدن؟ بله الان میبینید فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. بعد این ضربه مثل بله یه داره میزن تو شکمش. پشمام. این بازیکن مساوی انگاری. تموم شد. آورده میگه لطفا این حرکات رو در خانه انجام ندید. اینا هم میبینید اینا دارن در باشگاه مخصوص دارن انجام میدن. انجام بشون. اوه همون فنه. انداختش. یا ابوالفضل میگیرتش، میخواد بچرخونهش. میچرخونه بعد پرت کنه. این بازیکن پرت میکنه یا نه، پرت میکنه یا نه، پرت نه، همینجوری میچرخونه سر خودش گیج میره. بعد میخواد بندازتش. صورتش والا ما ندیدیم بخوره، ولی صورتش یا ابوالفضل این واقعا شاید درد داشته باشه. گردنشو میگیره اپا بالا زورد مرد. فیس تو فیس باشه. اوه سیلی میزنه. اوه صدا گذاری اش. دستاش چرا اینجوریه؟ صدا گذاری عالی. 9 سال پیش. سر من غرق این بازی شدم. گردن شکست. این فنر عمل میکنه این بازیکن. پاها رو میده بالا. یا ابوالفضل این دیگه چه کاریه؟ پاها رو یا علی یا حضرت عباس. دوباره این یکی پا رو میده، اون یکی پا رو هم میده بالا. اینا دارن فقط پا بالا بادن. وایسا یه لحظه. متوجه شدین و نمیدونم. این فیلم بردار پاش معلومه. فیلم بردار. حرفی ندارم. پاها رو میده. فکر کنم کلم پا بالا کار میکنه. اوه دنده این طرف شکست. مچ پای این طرف به چو خورد. دستشو شکون. آماده. این بازیکن آماده بود که کتک بخوره. یا ابوالفضل مرد دیگه نمیدونم داره چی کار میکنه، ولی خب مرد الان.
میخوای بازی کنی لب؟ نه کشتی که پاها همه بالاه. او پا رو میگیره بعد گردن رو میکشه تا بالا. یا این بازیکن مرد. بعدی رو میبینیم صدا. اوه ماشاءالله دستاش شکسته. قیافه رو ببینید فقط. فکر کنم شیشه ای زده که دیوارا تماشاچی میدون. ادیت ما عشق زامبی باشه. کمربند داره، کمربند زرد، کمربند بسیار زیبا. صدا گذاری عالیه. یه کمربند تو در بیار یا بده به من. میزندش. میگه کمربند من به تو چه؟ من کمربند رو زحمت کشیدم در بردم. کشتی نیست یه دعوای مسابقه چک زنی و لگد میزنه. کمربند رو در آورد. اومد یه اوه مای گاد زد کله طرف. اومد یه دونه کمرش هم زد. کم رم کن. دست این یارو شکسته. به چخش نده. فکر کنم رم توی کارشون نیست. گردنشو گرفت انداخت. فکر کنم در کشتی اخیر دست شکسته با مبارزه زد قفسه سینه‌اش پا داد بالا. جفتشون افتادن. خب گذاری میکنم. یه دونه زد بزن. یه دونه زد به نمیدونم کجاش. شورت بازیکن معلومه. شورت قرمز. دستش درد گیره. یه دونه لگد میزنه به تخمای حریفش. یه دونه میزنه به دندها. یه دونه دیگه میزنه به باسن. یه دونه دیگه میزنه به باسن و دستاشو میگیره میگه بیا بریم با هم دوست شیم. تلگرام برای منم پیام اومده. خب ببینید چی کار میکنه. اوه با پا میندازه زمین. جفتشون میمیرن. چه اتفاقی افتاد؟ وای خدای من. وای مردن فکر کنم جفتشون. داوری هم مسابقه نداره. بازی خرخرکی. 4 تا فرش افتاده این ور، یه فرش وسط. تو اون کمد هم که پشت سر میبینید پر از جام هایی از جان سینا بیشتره. یه فال. او مای گاد. متاسفانه که انگاری دردش اومده از این ناحیه سر. زرد بلند میشه با شورت قرمز و سیاه. اون میخواد بلندش میفته. خدا زدتش اونو. مملکت با شورتک میرن مسابقه میدن. این با شلواری میره. اوه با باسن میخوره زمین ولی اون دردش میگیره. پاها رو میده بالا. پاها باز میشه. پاها رو یا ابوالفضل. فکر کنم بعد اینجا سانسور به یا ابوالفضل برعکسش میکنه. میشینه رو کون به کون طرف. این میگه بسه من دردم میاد. قصده میاد. اوه با یه پا 4 متر میندازدش اونور. پشماتون بریزه. برای وقت رو هدر میدن. جفتشون دارن وقت دارن بلند میشن. یا این یارو کسخل شده. کس میزن کلش میگه جرأت داره بیاد هوا. اسکاج چیه پرت میکنه میگه هی. یه دونه میزنه تخمای حریف. یه دونه دیگه بغل میکنه حریفو. حریف دردش میاد. یه دونه دیگه ناز میکنه حریفو. حریف چسبیده به دیوار. یه دونه دیگه لگد میزنه به دیوار. بله این بنفشه انرژی. یه دونه دیگه حالا میزنه به کمر حریف. آها افتاد. بله دیوارم یه دونه میزنه به بنفش. زرد میره. یه چی اون رفت یا ابوالفضل. چی بود اون؟ با پا واقعا با پا خورد به این. واقعا این دیگه واقعی بود. با پا خورد به اون
31 دونه با پا میزنه پرت میگه بلند شو بلند شو جرأت داری بلند شو استند میخواد بزنی نمیشه یه دونه دیگه میزنه حریفو بغل میکنه رفیق های جون جونی اومدن باسا بدن شورت سبز میچسبه از باسن میگیرتش باسن یا ابوالفضل پا رو میده بالا یا علی این بازیکن شورت داده یا میگه وای اتفاق چی افتاده افکت ماشاءالله برد اینجوری میکنه میگه من بردم کمر من برای اون شد جیدو یا شورت سیاه قرمز برنده میشه تبریک میگم سیاه قرمز شورت متاسفانه شورت سبز بود فکر کنم یا زرد حالا لباس بنفش گریه میکنه میگه بلند شو هیچ کن و اندوهی نیست دست میدن کی برنده است؟ اون برنده است جفتتون دست پدران رو ببینید کشتیمی یا ابوالفضل یا حضرت یا عباس یا خدا مرد به خدا که مرد به خدا که وای مرد فکر کنم نتونیم بذاریم ولی خب یه جوری میذارم بفهمیم یا ابوالفضل آقا هیچی نیست زمین هیچی نیست این گت نخوا شد پدر جان آروم باش یکم مشکل ناموسی که برسه به دادم دلمو به یکی دادم از موقعی